در یکی از جلسات بشار زنی از جنگ بین زن و مرد حرف زد. گفت میخواد به پایان این جنگ کمک کنه. اما بشار پرسید اگر اسمش رو جنگ بذاری واقعا میتونی تمامش کنی؟ از اونجا گفتگو به لایه‌های عمیق‌تری رفت. سلطه، ترس، قربانی بودن. او کسی بود که با زنها و مردهایی کار میکرد که تجربه خشونت جنسی داشتن. قربانی تجاوز بودن، گاهی حتی از دوران کودکی. و در نهایت به یک سوال اساسی رسید. چطور میتونیم به کسانی که خشونت جنسی رو تجربه کردن کمک کنیم بدون اینکه انکار کنیم چی بهشون گذشته و در عین حال بهشون نشون بدیم که هنوز میتونن قدرتمند باشن؟ پاسخ بشار برخلاف چیزی بود که انتظار میرفت و همه چیز رو از ریشه زیر سوال برد.